نصب سینک موزیکال یا پیانویی. نحوه کار این رو تا آخری بشونیم و بعد با هر کدوم از اینا سینک روشن شده و کار خودش رو انجام بده. این مربوط به دوشه، این رو نمیزنیم. این دکمه مربوط به لیوان شورشه و این دکمه مربوط به این حالا بشقابی هر چیزی که دارن میشورن. این مربوط به سیفونی که زیر قرار گرفته به صورت اتومات، هر موقع نخواسته به صورت دستی کار میکنه. این هم برای مایع هست و اینجا هم که گفتیم این لیوان شوره، حالا ما یکم باز میکنیم خیلی به این صورت، چون فشار زیاده بیشتر باز نمیکنه، آب همه جا میریزه. این هم سیستم نصب زیر که حالا دیگه اون دیدنشو نداریم. لباسشویی اتومات و ظرفشویی اتومات و یک دونه گاز صرفه‌ای هم نصب شد.